با شما گفتم سلاحایتان رو پرتایید وگرنه او را با آن دنیا میفرستم. شد. آرام شو. همه باید آرام شود. میگذاریم. ثابت. یگید شما هم سلاح ها را گذارید. تو هم سلاحت را پرتو. یگید سلاحت را پرتو. تو چی کار میکنی؟ با من بازی نکن. کنی سلاحت را پرتو. کنی پرون یگید کارش را تمام کن. یکون جایی ترسش نیست. آیا من تو را همین خیلی آموختم یگید؟ پرون میگویم. علیه همه شکایت میکنم. و ناموس و شرف من دست دراز کردند. ضرری مادی و معنوی دیدم. برای منفعت های شخصی خودش مرا به این حال گرفتار کرد. سرگاه دیویر میرم. بگو میگویم یگید زودتر از چی میترسی؟ او را کش. کلنگ را زیر کرده او را بکش. زود باش. خوب فکر کنید. میدونم که این آدم برایت لازم است. من به او رحم نمی کنم. دانسته گیر. مایلش میگذارم. سلاح رو به من ده. کنی با این اتاق گذارید. زودتر. به چشم من نگاه کن. دخترم را کشتی بس نبود که باز قصد من کردی. دهانت را پوش. درست کردم. سردارم در کار نیست. التجا میکنم. ای تو داغ سیاه امنیت. داغ سیاه امنیت. سردارم خواهش میکنم. التماس میکنم. التجا میکنم. بوده را نکرده. حاضر تو را لطکوب میکنم. من جانم را برای این وظیفه دادم. زنم را فدا کردم. تو برای چهره سیاه میگویی؟ از برای خدا این آدم برکس کرده ایستاده است. التجا میکنم. زاری تولا میکنم. این کارو نکنید. استا نگرد. آخر شما چی کار کردید سردارم؟ با فکرتان اونها یکون چیز رو فهمیدند آقای مظهر؟ مثل نقشه های کشیده همون بازی را دوام ده. اگر یکی در حقیقت مرا میپروند وگرنه یکی از شاگردانی دوست داشتم را از دست میدادم.
چخل میبرایم؟ از این در میبرایم. در آنجا ما را بیهوش کرده میگریزی، فهمیدی؟ زودتر. رفتیم. برادر، آقای مسهر را ندیدید؟ کمی پیش اینجا بود. همراه لیلا گفتنی دختر. اون دختر آقای مسهر را اسیر گرفته است. درحال همه را جمع کن. زودتر، زودتر. متو، ثابت، خیری، زودتر باشید، زودتر. آقای مسهر چه حال دارید؟ من خوبم. زودتر باشید، دختر میگریزد. از پای او شوید. ایستید. باتوس. یگید شما ایستید. چی شد آقای مسهر؟ از پای یک دختر اینقدر آدم بسیار است. باید شاهین کای رو فراموش نکنیم. کتاب تا حال در دست اوست. خیری، ثابت، از پای دختر شوید. خوب شد آقای مسهر. نه، آن طرف نه. دختر از این طرف گریخت. زودتر. آقای مسهر، شما رو با طبیب نشان دهیم؟ طبیبت را یک طرف مان. باتوس، تو در حال به مهمان خانه که شاهین کایا می ایستد برو. در مهمان خانه در یگان جای پنهان شو. حتما یگان کس رفت و آمد میکند. خوب شده است. دیگه تو با من بیا. دیدید رفیقان چه خیل به من حمله کرد. مرا از زیر پای تیله داد. از رویش دو دعوا دارم. هم به جای کارم حمله کرد، هم به جان من. رفیقان همتون شور باشد، احتیاط کنید. نجیب، این خودت چی گفت؟ در اینجا چی شد؟ مادر زن من از این پای افتیده است. نتیجه کافت چی شد؟ یکان چیز یافتید؟ متاسفانه نه آقای داستان. همه جای رو کافت کردیم، یکون چیز نیافتیم. آقای سینان باشد از این استفاده برده همه جا رو بخت خیزانده است. حالا میبینم. و این کار را چی جواب بدی؟ نمیدانم. من کاری خطایی نکردم آقای داستان. من حاضر خبر شنیدم عمل کردم. من با تو نگفته بودم که به سخنان پیکاس باور نکن. همین خیلی نه؟ حیاتت را سوزاندی. و مدیری امنیت چگونه میفهمانی؟ نمیدانم. خیری، این دختر کجا گم شده از باشد؟ کجا دانم اکا؟ به این همه رو دیوانه کرد. و گمانم که در همین جای هاست. اکا، انا بین. انا در اونجاست، بین. نزدیک شو. این دختر با کجا غایب زده است؟ دور رفته نمیتواند، در همین نزدیکی هاست. بای کای ها از اینجا بر آمده رفته است. Як чипта тоото санае? تاکسی. ثابت، شاهین کایا از مهمانخانه به تاکسی میشیند. از دنبالش میشوم. شاهین از مهمانخانه برآمده با مکان ملاقات میرود. میلش جمع شوید، ما هم میرویم. خیری، تو آن آدم رو میشنوی؟ میشنوم اکا. اکا به کدام طرف روم؟ با موزه مکه. با موزه میروند. آقای مسهر، ما هم میبرایم. شاهین به دادن کتاب میرود. آن کتاب رو نگرفته بر نگردید. تقدیری وطن در دست آن کسی است که کتاب در دست اوست. اگر به دستی آدم های بد نمیافتد آقای مسهر، نگران نباشید. به تو باوری دارم. خدا خواهد شما را شرمنده نمی کنیم آقای مسهر. بیا ثابت، میرویم.
در حالی که بیگناهم برای اجتاح المحکم هستم. این را من نمیفهمم. از من چی میخواهید؟ در محبس مردن را؟ من ملت و دولتم را مثل جانم دوست میدارم. با آنها اسیان کردنم را میخواهید؟ آیا من حق این سوالها را دادن و منتظر این جوابها را ندارم مگر؟ متاسفانه با یک چند دلیل‌های راست، دروغ و تهمت‌ها مرا دستگیر کردند. همه این تهمت است. میدانی چرا سودیا را ایواز کردند؟ نمیدانم آقای دادستان. سودیای اساسی ناگهان بیمار شده است. این بیماری های ناگهانی مرا بسیار ناراحت می سازد. اینقدر تصادف هم نباید شود. قرار میدیم مراجعت محکوم پرونده و ادوکاتش از طرف ما تفتیش کرده شد. از این سبب ما با قراری آمدیم یگان دلیل علیه جرم پرونده یافت نشده است. او در استقامتگاه خودش زندگی کرده و نیتی به یگان مکان دیگر گریختن را ندارد. از روی دلیل های ما قرار میدیم که پرونده در تنهایی به دادگاه کشیده شود. در تنهایی به دادگاه میکشید؟ چه خیلی میشود؟ آقای قاضی، این قرار دادتان عادلانه نیست. صدها پرونده دیگر وجود دارد. آخر برای آنها این گونه حکم جاری نمی شود. هر کس کاری خودش را کند. فهمیدی مرا؟ من چی کار کردنم را خوب میدانم. اگر یگان اعتراضی داشته باشید رفته به سودی عالی مراجعت کنید. اینجا آمده به من درس ندید. تبریک میکنم. تشکر سید بچه. امانت در دست من است. در کجایند آنها؟ به درون در آمدند. اکنون چیکار کنیم؟ شاهین ما را میشناسد. در اول نباید خود را نشان دهیم. منتظر شویم تا کتاب را دهد. بعدا به عملیات میگذاریم. من شاهین را میگیرم، شما دیگرش را. فهمم. میرویم. مایلش میدرایم. طیاره پرواز میکنه. امانت را گرفته درخل رفتن در کار. اینقدر آسان نیست. با تو شرط ما بسته بودیم. همین خیلی نیست مگر؟ من وظیفه خود انجام دادم. کمی نشان ده. تبریک میکنم. تشکر. تبریک عالی جناب. تشکر شیرکی من. تبریک میکنم آقای کوبیلای. تشکر. لبای. تبریک میکنم سردارم. تشکر. مایلش یک دقیقه. جناب، شاهین با شما گپ زدن میخواهد. خیلی شاهد؟ برآمدید جناب. بله. اکنون مثل یک پرنده آزاد هستم. اکنون میتوانی امانت را دهی. از نام من تشکر بگو. این خوبیشان را اصلا فراموش نمیکنم. برای این کاری نیکتان به شما تشکر. این آدم وطن را هم میفروشد. برای چی او را دستگیر نمیکنیم؟ این بیشرف را به مرکز برده مجبور میکنیم که سخن کند. حسیات من هم همین را میگوید. اما عقل سرم میگوید که تا با آخر از دنبال آنها شو. به فکرم احساسات را یک طرف مانده به صدای عقل گوش دهیم بهتر است ثابت. آن آدم به کجایی که رود رفتن گیرد. ما هم از دنبالش میرویم. برای ما کتاب مهمتر است. این کار را با آسانی حل کردنتان ما را به حیرت آورد. ما دوستانی جانی داریم در وظیفه های بلند. در وزارت ها جایهای مخصوص اشغال کرده. در این گونه حالت های دشوار یاریشان را دریغ نمیدارند. درخواستی ما برای آنها امر می باشد. اگر بیمار نباشد خواهیم بیمار میکنیم. اگر به استراحت برآمدن خواهد او را دوستانمان به استراحت روان میکنند. این طرفش کاری من نیست. اکنون کتاب در دست شماست. حالا میتوان گفت که صاحبی نبی این دولت شما هستید. تغییراتی که در این کشور میشد متاسفانه دوستان ما را غمگین کرده. حالا وقتی آن آمده است که به ترکیه ضربه بزنیم. این کتاب برای ضربه زدن به ما یاری میدهد.
برای هر زمان این داد و گریفت منفی است. تا باز دید. تا دیدن. بطاس شاهین به طرف تو می آید. شد فهمیدم. ایست در بینشان چی گفتگویی می گذرد؟ از دنبالشان شویم خوبتر می شود. تو خودت را نمایان نکرد از خفای آنها شو. مایلش فهمم. تیزتر او می براید. برویم ثابت. رفتیم. چیکار این چی؟ با من ده این جمادان را. شما کیستید؟ برای شناس شدن حالا وقت زیاد داریم. من شخصی دیپلمات می باشم. شما حقی مرا دستگیر کردن ندارید. سری هر دوی شما در بلا می ماند. بلا سری مرا نمی خورد. این هم سری ما همیشه در بلا است. خیر کو بینیم. کتاب مشهور در داخل همین جمادان است. این جمادان را با من دید. اینش با چی بلا بود ثابت؟ با این بلا همه همان شدید نشده. صد را که داشتی چوب را هم تیار کن برای زدن. فکر کردیم که کتاب است اما در اصل بمب بوده است. ثابت اینجا کدام نقشه و عملی بد نهان است. خوب شد که جامدان را نگرفتیم. الو در کجایی وطاس؟ در اینجا کارها خراب شد. به جای کتاب بمب را گذاشتند. شما خوبید؟ خدا را شکر مثل بمباییم. گوش کن به من. کتاب تا حال در دست شاهین است. تو از دنبال اویی؟ بله از دنبال او هستم. حالا به نقطه فروش سوزشواری در آمد. میلش ما هم با آن طرف می رویم. یگان گپ شود با ما خبر ده. میلش. پلیس ها هم آمدند. من با آقای مسار معلومات میدهم. چاره‌اش را میبیند. بیا با عمرانی میرویم. رفتیم. شاهین با یک ماشین سبکرو به پارک در آمد. من او را پیگیری میکنم. فهمم وطاس ما در راه هستیم میآییم. میلش. گاز را زیر کن ثابت. شاهین باز چه حیله‌ای دارد. وطاس نباید تنها ماند. نهایت برآمد. با شرافتی تو شاهین جان، برای این قدر مشقت‌هایت از تو منت دارم. از آن که از محبت برآمدی خوشحالم. کتاب را دادم. خیر هیچ گپ نیست. برای تو دنیا را که دیدم میارزد. کدام کتاب را دادی؟ همان کتابی که از خانم گرفتم. کتابی خودمان. آیا تو مرا تا حال نشناخته شاهین؟ کنی به من یک نظر کن. آیا من مرغی که تخم طلایی میکنم نخود که آنها مرا کشنده؟ تو نباشد کتاب حالا هم در دستی ماست.
در حدیث آمده که بخیرترین شما کسی است که قرآن را به مردم می آموزاند. بار اول در تاجیکستان در مرکز پرودوسری همصدا طرز ویدیویی قرآن کریم، متن اصل و ترجمه معنی های آن در قرائت امامان کعبه عبدالرحمن از سدیس و ابراهیم از سریم تهیه گردید. در فیته مذکور اولین بار در برابر قرائت 30 جزء 114 سوره قرآن کریم متن اصل با ترجمه پوره مصحف با زبان تاجیکی آورده می شود و جزء و نام سوره قرائت شونده نیز با حروفات کیریلی زبان تاجیکی نوشته شده با منظره های مفتون کننده کشورمان زینت داده شده است. این مصحف شریف هدیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بخشیده به 20مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به مردم عزیز کشورمان است. گوش میکنم خیلی. اکا شاهین با کسی در باغ عطا صحبت میکند. صحبت آنها را به تلفن من انتقال داده میتوانی؟ البته میتوانم. انا انتقال دادم. تشکر خیلی. کتاب را نداده باشیم پس چرا دادیم؟ در داخل سمکه یک بمب بود. اگر میگفتم تو واهمه میکردی بین هم تو او را نمیکشادی. آنها هم در جای جمعیت آن را کشاده نمیتوانستند. برای محافظت کردن تو راه انتخاب کردن بهتر بود. به خدا قسم این آواز شناس است. با من هم این صدا بیگانه نیست. در سرم یک نام چرخ میزند اما شاید او نباشد. کی باشد این آدم؟ پس کتاب در کجاست؟ در یک جای مخصوص. فکر کن کسی که آن کتاب را در دست دارد تمام این دولت در دست اوست. پس برای چی کتاب را میدادم؟ باقی بازی کردنش را ندانست. خیر به هر حال با شرافت او تو هم برآمدی. از دیدن تو بسیار خوشحالم. یگید یک کلمه را بسیار دوست می‌دارد. چه بوده است؟ جستی ملخک. پیکاس. بلا زند مگر او در محبس نبودن؟ تو هم حکم مرده را داری. معلوم که از محبس برآمده است. پس معلوم که داد و گرفت آنها برای همین بوده است. او به عوض کتاب پیکاس را از محبس آزاد کرده است. لکن پیکاس همیشه حیله نیرنگ میکند. کتاب گفتم به دست او بمب داده است. آرام یک دقیقه. در خصوص جای کتاب صحبت میکنند. وقتی که به اینجا آمدی از پسات کسی بود؟ نه. این نابکار. وضعیت مثل گفته‌ات نیست. احمق با توز را دیده است. خدایا کجا گم شدند آنها؟ گوش میکنم. و تو از آنجا دور شو. زودتر دور شو. تو را دیدن. در حال دور شو میگویم. چی؟ کاری خوب نکردی. واتوس! الو واتوس! واتوس! جواب ده میگم. الو واتوس! خوب هستی واتوس؟ الو واتوس! تو در کجایی واتوس؟ چی حال داری واتوس؟ متاسفانه آنقدر خوب نیست. با 3 جایش تیر زدم. جسدش را شما جمع میکنید. ما کاری خود را کردیم. دستهایت را بالا کن. چی؟ دستهایت را بالا کن. از پس تو چخیل آمدند. شاید در بدن تو اسباب جایگیر کردند. تلفن، ساعت، انگشترین چیزی که داری برا زودتر. چرا اینقدر بی‌پروا هستی؟ اگر دیگر وقت میشد این را در سرت میزدم. این را میدانی؟ چخیل این را ماندن باور کنید نمیدانم. دیگر تکرار نشود.
نباید به این خیل خطاگی ها راه داد. برای چی؟ برای آنکه نقشه های کلان داریم، بسیار هم کلان. برای یک خیر شخصیت ها قیامت نزدیک شده ایستاده است. شنیدید؟ شنیدید؟ مرا خوب گوش کنید. همه شما را یک یک میابم. کسی که نباشد مثل این رفیقی در زمین خوابیده تان جان میدهد. بیا میرویم. کارهای بزرگی داریم. با کجا میرویم؟ با یک واخوری مهم. باید یک آتش نو افروزیم. همین خیل نه؟ در کجا ثابت؟ ماشین نمی نماید. نمیدونم، با گمانم اینجا نیست. یگید در اینجاست. نبض دیلش تو حال کار میکند. فهم مادر رشته او را با مرکز میبرد. در آنجا کارهای لازم را انجام میدهند. خیری مرا خوب گوش کن. و تا زخم وزنی برداشته است اما زنده است. در حال اتاق جراحی را آماده کنید. فهمیدی؟ ما حاضر میآییم. من لشکر فهمیدم. سلام، با شما کی لازم؟ با آقای سردار وا میخوریم. دعوتنامه دارید؟ نه، سورپریز میکنیم. رفته گپ زن که پیکاس آمده است. او میشناسد. مرحمت سردار منتظر شماست. دیدید رفیقان چه خیل به من حمله کرد. مرا از زین پای تیله داد. از رویش دو دعوا دارم. هم به جای کارم حمله کرد، هم آقای پیکاس خوش آمدید. ما فکر کردیم که شما در محبس هستید. ما باشد فکر میکردیم که جنگاور هستید. گمان میکردیم که در حال نمیفروشید. چه خیر؟ نفهمیدم. سردار برای نظارت آمده ایم. این چه خیل سخن است آقای پیکاس؟ خوب میدانید که برای بایکوت کردن رفرندوم از تحت دل کوشش کردیم. گوش کن سردار، روی صد سخن میکنم. یگان ذره کامیاب نشدید. و شما چه تعلیمات وظیفه داده بودیم؟ 2 صندوق آوازدهی را بستند که آدم ها آواز ندهند، یا اینکه آن صندوق ها را خونالود کردند تا اینکه رفرندوم را نابود سازیم. کنی به من گوید آن بایکاتی کرده شما چه فایده داد؟ آقای شاهین، عالی جناب پیکاس، آیا ریسک ها را برابر تقسیم کنیم نمی شود؟ آن عملیات هایی که از آنها سخن کردید از شما آید آنها یاری کاری نگرفتیم. بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب. در نتیجه همیشه ما بحث میکنیم. در حقیقت وقتی که در محبس بودم دقت مرا یک چیز جلب کرد. چه شد که شما اینقدر انسانهای صلح پرور شدید؟ 30 سال شد که در این سرزمین خون میریزد. اکنون کردها هم از این حال ناراحت میباشند. گروه ما روز تا روز خون بای میدهد. برای سردار شدن گروه همان حالا به کشتن کردهای خودمان سر کردند. بعد چی؟ فکر میکنم که حالا وقت صلح بستن و دموکراسی آمده است. شنیدی شاهین؟ صلح و دموکراسی میگوید. اینها را پس سر کن سردار. اگر کامیاب شدن خواهی
برای عملیات بزرگ آماده شو. و فکرم تو نقشه خوبی داری. مرحمت سردارم، مرحمت. کنه تو ما را یک لحظه تنها گذار. اطاعت سردارم. خوب شد که در بین شما یک چند آدمی هستند که تا حال عقلشان در سرشان است. خیلی فیضا. خوب نپیکس. حادثه 12 سپتامبر ما را خیلی ناراحت کرد. در رفراندوم نه تنها شما باختید، ما هر یک طبقه دولت را از دست دادیم. اگر همه چیز را که از دست دادی، پس به طرف مقابل ضربه میزنی. از انقلاب سخن کردن از حقیقت دور نیست؟ با آن معنا انقلاب نگفتم. منظور من انقلاب حقیقی هست. چگونه؟ جنبشی که همه را به خاک یکسان کردن و این دولت را از سر نو ساختن است. رفیقانتان سفسطه های صلح و دموکرات میگویند. آنها را یک طرف گذار و مسئله اساسی را بین. در این موضوع با تو هم فکر هستم. همچون گروه احتیاج به این داریم. صلح، دموکراسی اینها به ما ضرر میرسانند. من در مبحث درو دراز فکر کردم. بازگشته و برگشته چین کردم. یک چیز را کشف کردم. عملیات بزرگی که تا به این روز کسی خیال نکرده است. عملیاتی که همه ما را باز به حیات پس میگرداند. عملیاتی که این دولت را مثل تارت از بین دو پاره میکند. به هیجان آوردید. گوش میکنم. انا این مادامی که زنده بودنش به ما فایده نمیرساند، با مردن او همه را از نو سر کردن. چی گفتی؟ سلام، من نجیب الماس. عمر در خانه است؟ دیشب به خونه ناومد. من هم خباتی شدم. به تلفنی دستش زنگ زدید؟ زنگ زدم اما نمیگیرد. او در کجا باشد؟ آیا یگون جای رفتنی دیگر دارد؟ هر روز به دکانی اسبازی میرفت. شاید امروز هم به همونجا رفته باشد. سلامت باشد. سردارم، شما وقت دارید؟ وقت ندارم نیازی. سردارم، یک شخص شما رو دیدن میخواهد. عین حال با کسی واخوردن نمیتوانم. اما این کس مدیر امنیت است. منتظر شما میباشد. این را آدم بریم بگو نیازی. اما آقای مدیر، او از آنجا آمد. این خیلی نمیشود آقای مدیر. حالا به دستم افتیدی نجیب. نبیاره هایم را از دستت میگیرم. تو تمام شدی. میفهمی؟ تمام. تمام. امکان پذیر هست. چرا امکان پذیر بوده است؟ بسیار وقتی مساعد. فکری عالی جناب، برای ما هم خوب می شود. اما این امکان پذیر است. تو به من بگو برای چی امکان پذیر است؟ پس من به تو امکانیت آن را مهیا میکنم. گرد و اطرافی او مثل دیوار است. 700 نفر او را محافظت میکنند. 2 تا قایق هجوم کننده دارد. قریب 10 تا قایق برای امنیت. سیستم کیهانی و رادار. در حجرهش 10 عدد کامیرا. این تنها میدانستگی من. باز خوراکهایش مخصوص تیار کرده می شود. حتی آیله های در آنجا کار میکردگی از این بیخبر می باشند. فیضا، تو فکر میکنی که من اینها را نآموختم؟ غیر از عزرائیل کسی نمیتواند. من میدرایم. 3 ماه شد که من در فکر این کار هستم. شما از پی صلح شدید. من باشم در فکری نجات دادن شما هستم. میفهمی؟ ما را یا خودتان را؟
این سخنهای صلح دل ما را گرفته است. بالا بودگی ها از این کار ناراحت دل خلق کرد را گرفته است. دیگر پروای آزادی و دیگر چیز را هم ندارد، پروایی ندارد. نباشد بسیار خوب. این عملیات آنها را زنده میگرداند. و من بگو در این کار شریک هستی یا اینکه نیستی؟ البته هستم. چیکار کنم بگو؟ به دست کودکانی که سنگ میزدن سلاح بده. به خندل گپ زن که آماده شوند. کسی که میتواند به شهر فراید. زمان آمده است که با آنها ضربه زنیم. نباشد از شما یاری بسیارتر میخواهیم. عملیاتی که پلیس کرد در دستمان هیچ چیز نماند. قریب 200 کیلو بمب چه 200 را از دست دادیم. این خیل رفتن گیرد از همه چیز میمونیم که کس. حالمان آنقدر خوب نیست. هر چیزی که میخواهی میگیری. بعد از این عملیات تا روز قیامت دیگر خلق ترک و کرد از صلح سخن نمی کنند. گروه شما از سر نو زنده می شود. با یک اشاره خلق را به خیابان می برارد. اگر آنها فهمند که در این عملیات ما شریک بودیم ما را زنده به زنده می سوزانند. به آنهایی که به ما باوری داشتن خیانت می کنیم. تو ریسک قدر را می گیری فیضا. خیر من می روم. باز یک چند کاری دیگر دارم. انتظار خبری من شو. یک چیز دیگر. کایامینیک چی می شود؟ کایامینیک مینیک میده چه؟ غمش را نخور. با او هم یک هدیه داریم. تو یک گپ میگویی او آمده گپی دیگر میگوید. با کی همکاری کنیم نمیدانیم. آیا تو کایامینیک رو با من برابر میکنی فیضا؟ آیا این تحقیر نیست؟ کتاب در دستی اوست همیخیل. او حتی مقاوه کتاب را ندیده است. نباشد در دستی کیست؟ به فکری تو؟ کتاب در دست کسی باشه سلیمان اوست. ما باشه مرچه ها. از این پس من سلیمان هستم دانستگیر. حتما. آیا میدانی که پلیس بودن رو به چی تشبیه میدیم؟ مثل دروازه‌بان. در 90 دقیقه 10 مراتب توپ رو میگردانی، اما 1 مرتبه از دست توپ رو سر دادی گل میشود. ماهای دراز مردم گپیت رو میزنند. خیر کار شدگی شد. میبخشی نجیب، اما تو گناهگار میباشی. با پیکاس وا خورده ای. آیا یگان شخصی باوری رو نیافتی؟ رفتنم ثواب داشت. تو رو میشناسم نجیب، همیشه کفیل تو هستم، اما دشمنی شخصی دارم گفته چه خیلی این کار را انجام دادی تا حال این را نمیفهمم. این مسئله اصلا به شخصیت من تعلق ندارد. آقای مدیر از اینجا خبری اومد. اگر پدرم که باشد این کار را باز هم انجام میدادم. متاسفانه تلویزیون و روزنامه ها این خیل نمیگویند. میگویند که سردار امنیت نجی یلمز وظیفش را در راه بد استفاده برد. با پدر زنت زارای ناله کردم علیه تو دعوا نکند. راضی شد. آدمی با انصاف بوده است. گوش کنید آقای مدیر، او بعضی کارهای ناشایمی انجام داده شده است. میدانید من همه این را یک فاش میسازم. گپی مرا گوش کن. تو کمی دیگر مهلت رخصتیت را دراز کن. خودت را خوبتر آماده کن. میلش این کار هم تا آن دم فراموش شده میرود. یعنی اکنون دیگر به من احتیاج ندارید؟ خطا نفهم. ما همیشه به تو احتیاج داریم، اما این گونه نه. خیر میلش، شما بهتر میدانید. پیکاس این چه کار بود؟ سردار رو یک طرف مانده با یک چایچی سخن کردی. به خدا در حیرت ماندم. متروشکه ها را میدانی؟ در درون یکدیگر هستند. این آدم ها نیز مثل متروشکه ها درون به درون یک سیستم نظارت دارند. یکی لختک بر این پوشیده رول سردار را میبازد. او را آورده در آنجا میگذارند. سیستم کمونیسم بر این.
شخص گلستوکدار از راه نبراید گفته او را به جای خود تربیه میدهد. آیا سرداران آنها همیشه همین خیل می باشند؟ با شخصانی که باوری کامل دارند این خیل رفتار نمی کنند. به هر حال با دقت باش. اینها تا محکمه آدم های خود را دارند. برای خودشان را نشان دادن زود از بین مردم آدم ها را جمع نموده آنها را به دادستان میکشند. با آنها جریمه پول میبندند. مثل دادستان ها. شاهین تو به این صرف هم نمی روی. باز ما گمان میکردیم که همه چیز را میدونیم. همه را ضبط کردن کو؟ اینقدر هم نه. همه را نگرفتن، ما با آنها دادیم. با یک اشاره به نزد ما میدوند. خیر رفتیم. مینی که میده یک را یابیم. باوریم نمیاد. پیکاس آزاد شده است. چه خیر شد که ما بیخبر ماندیم. پس برای چی در کجا بودنش رو انیق نمی کنی؟ کافته ایستاده ایم جناب، اما گویا که به زیر زمین در آمده باشند آنها. از آنها پی و نشانه نیست. ولی جناب وطن چه خیر است؟ از جراحی برآمد. طالعش بلندی کرده است. خوشبختانه جراحتش آنقدر وزنی نیست. البته خونی بسیار رفته است اما زنده میماند. چه خیر همین را فکر نکردم. چه خیر چه خیر. آزاد شدن پیکاس خوب نشدیگید. معلوم که آرام نمی ایستد. کیها باز راه زنهایش را جمع آورده است. کاری کرده او را یابید. مرا شنیدی؟ اگر زیر 7 قبط زمین در آید هم او را پیدا میکنم. با او حساب دیری ندارم. حالا وقتی آن حسابات رسیده است. من میروم آقای مسر. در اینجا ایستاده او را نمیابیم. و زودی مکانی او را یافته به شما خبر میدهم. نجیب یلمaz سرداری امنیت دارید به کارهای مجادله با تروریستان که چند ماه قبل در یک عملیات تروریستی زوجه‌اش را به قتل رسانیده بودند خبر دادند که یک مدت از وظیفه آزاد این کرده زن چی میگوید خیری؟ گوش کن. دیشب به انباری قمص‌های پدر زنش حمله کرد. وقتی که یگان نتیجه درست به دست نآمد پدر زوجه‌اش را لطوکوب کرد و اوید این عملیات باشد نجیب یلمaz. آکا با فکرم که باز چوری کندنیاند. تو وظیفه خودت را اجرا کن. وظیفه خودت را. پیکاس را به من یافتده. پیکاس را. همه معلومات های شاهین را هم یاب. کارد بانکش را، قیدهای تلفنیش را، حسابهای بانکش را، حتی جریمه ورقه های ماشینش را پیدا کن. همش را پیدا کن خیری. مایلش هم میابم. حتی چهارمغزای در ایام کودکیش دزدیده را هم میابم. نگران نباش. شما با کجا میروید؟ کاری تو چی خیری؟ کاری تو چی خیری؟ مایلش دیگر نمیپرسم. قدح رو شکسته زیر من هش ماندم. با فکرم مثل آن که در فیلم ها می شود. بچه شو؟ حالا به خبرهای یرکی گلو میگذاریم. صاحبکار قبیله شاهین که 3 ماه قبل او را با جرم یرکی گلو دستگیر کرده بودند. اکنون فیلم نظر می شود. دادستان به آزادی برآمد. قهرمان اساسی آزاد شد. حالا باشد که نمورهای آزاد کردنی قبیله شاهین را میبینیم. آقای مینیک چی ها میگویی؟ آدمی اساسی آزاد شد میگویم. آدمی اساسی گفتی؟ او کیست؟ پیکاس، دوست ازلی و دشمن ابدی. مادامی که دشمنت بود پس چرا او را در محبس نکشتی؟ آیا فکر میکنی که سعی و کوشش نکردم؟ مثل روباه در هیلکم است. حالا من چیکار کنم؟ آیا شما او را میشناسید؟ نه نمیشناسم. چرا از این آدم اینقدر میترسی؟ اگر میشناخته شما هم مثل من میترسیدید. بسیار انسانی خطرناک است. بسیار. حتما از دنبال من میشود. نه ترس که امینیک، من پشتیبانت هستم. این کاری شوخی ندارد دکتر. کار را حل کردن در کار. عمر را نیافتم، ما باید او را یابیم.
سلام، با شما که لازم؟ در اینجا مینیکی نابکار هست؟ چه گفتی؟ رفیقان در اینجا کی هست؟ خیلی مینیکی نابکار. شنیدی کی بوده است؟ شنیدم باید در درون است. کی در درون است؟ نابکار. اپای هنر قربان یک بمب شد. رانا را به چاه پرتافته کشتند. جسد ممدوح یافت نشد. خداوند همه‌شان را رحمت کند. آمین. انا بین نجیب سردار حتی سنگ مزار مرا هم مانده است. از زنده بودنم بیخبر است. نجیب سردار که همه دوستان خود را گم کرده چطور به غضب نیاید؟ ثابت آفرین. اما تو زنده ای یگید. زنده بودن من چه اهمیتی داره ثابت؟ آیا سردارم از این با خبر است مگر؟ نه، اما البته که میفهمد. ببین نجیب سردار میآید. حاضر نباید با خبر شود. بیا پنهان میشویم. اومد حالا میسوزه. اومدم گیرم میبینم که چی میشود. از جایتون نجنبید. سلاحایتون را پرتاید. هرگز نپرتو. آفرین، آدمی جسور بوده ای. برای مردن تیاری؟ مردن؟ البته که برای مردن. اگر حاضر تو مرا پرانی، آدم های من مثل تماشابین می ایستند، تو را پارا میکنند. سلاحت را پرتا. آفرین. برای آن نابکاره که در خفای تو است مردن نمی ارزد. پیکاس جان کجا شدی؟ اما باشه منتظر بودیم که انا امروز یا که فردا میبرایی. مدامی که بر اومدی آدم یک خبر میدید آخی. کاری خوب نکردی. برای تو چی؟ سیخ کباب؟ شوربا؟ یا مدراگیر؟ چی گفتی؟ در حقیقت انسان وقتی که دوست داشته‌اش را از دست می‌دهد بعد به قدر او میرسد. خطا نفهم، فکر نکن که من تو را قدردانی نمی‌کردم. از وقتی که تو رفتی دست و پایم شکست. وقتی که تو بودی همه گلستان بود عزیزکم. نمیگذارم که آنها خانه مرا سوزانند. عائله‌ام را جمع و گرد میکنم. کودک‌هایم را به آنها نمیدیم. قاتل تو را میابم، قاتل رانا را، قاتل ممدو را، کسی که گید را از دست من گرفته بود حسابش را میپرسم. در آنجا کیست؟ چین زنه سردارم شنید. در آنجا کیست گفتم؟ با تو و با این دختر زیبا یگان گپی ندارم، اما این کیامینیگ را پاره میکنم، مثل دانه های خون میده میکنم. بعد برای استفاده خانه سازی به ساختمانچیان میدهم. آلی جناب، من یک مینیکی خورده ککم. اگر مرا پچخ کرده کشید هم به شما فایده نمیده.
چه میبرم تو در حق ما خیانت کردی، سگا را کشتی، مرا فروختی. حق تو مردن است. در اونجا کی هست؟ کسی که باشی با میدان برو. تیر رو در پیشانیت نخورده برو. ایستو، من میبرایم. حالا در قبرستانم، قبرت رو میکنم. مرد باشی برو. ایستید. نجیب سردارین منم، نپران. ثابت، در اینجا چیکار میکنی؟ برای دعا کردم به سر قبر یگیت آمده بودم. برای چی پنهان شدی؟ اینقدر داد زدم برای چی نبر آمدی؟ نتوانستم. آخر یک بار هم برای تعزیه بیان کردن آمده نتوانستم. شرم داشتم که از این سبب نخواستم که نزدت برایم. رفتنی بودم که ناخواست تلفنم زنگ زد. آفرین ثابت، نقشت را خوب بازیدی به خدا. شاید خیری یگان چیز پیدا کرده باشد. انشاءالله که یگان وقتی مساعد وام خورید نجیب سردار. انشاءالله. خیر، خدا یارتان. از برای روزهای گذشته یک بار دیگر امکانیت پیکس. تو حق مردن داری، همین طور نه؟ اما من میخواهم که با تو بازی کنم. میدانی که در محبس خیلی غمگین شده بودم. چی کار میکنی؟ انا بین حاضر چی کار میکنم. انا بین تو فرصت داری تا برآمدن تیر سخن بگو که تو را نکشم. ماینش با تو چنون معلومات های میدیم که است انا گوش کن. ایگید زنده است. مثل همون گفته ها بسیار خوب، اما کافی نیست. اگر زنده باشد باز رو میکشیم. زندم. 2 ثانیه دیر ماندی. ایست پیکس، باور نمیکنی ملیکه هم زنده است. انا این گپی دیگر. بله. اما جوابی میخواستگی من این نیست. بمبا برای خبر میدیم. پیکس، کتاب در دستی من است. کتابی که همه از پای او میباشد در دستی من است. انا این گپا دروغ. آیا کتاب در دست تو است؟ کتاب در دست تو است. کایمنی با تقدیر بوده ای. انا گیر باز یک امکانیت دیگر. چی شد خیری؟ زودتر گپ زن. زودتر. تمامی حیات و فعالیت شاهین رو کفتم.
چی یافته؟ در کجا زندگی میکند؟ با کی زندگی میکند؟ چی میخورد؟ چی مینوشد؟ همش رو گفتم. کو بگو چی یافته؟ گپ زن میگویم. از آنجا یگان چیز نیافتم، اما باز گفت کوب را ادامه دادم. صورت حسابهای بانکیش رو تفتیش کردم. مرا دیوانه نکن خیری، گپ زن چی یافتی؟ پس از گفتگوی طولانی معلوم شد که شاهین قرض صورت حساب یک زن رو پرداخت کرده است. یعنی خیری؟ یعنی که این زن از آدم‌های شاهین است. ای خیری، کاری اساسی را گپ زن. علاوه بر این زن یکی از دخترهای عزیزه می باشد و سرکمیسرم. مرا با دقت گوش کند. خیر؟ گفتگوی تلفنی این زن رو هم گرفتم. با نزدیکی باید واخورند. گوش کن، انا این دیگر گپ، انا این کارت خوب است. بین ترکان و کردان یک چای کلان کنده ایستادم. یک سرقانونی نو نوشتم پیکاس. یک سرقانونه که اما یک جو دولت کردها رو تشکیل میکنیم. یعنی که زنده میمانی ها کیامینیک. این چه سرقانون بوده است؟ یعنی تیستر برار انا در اینجا گوشگو میخونم. ماده یکم، دولت مستقل. ماده دوم، این دولت تماما از ملت کردان می شود. قانونهای دین به اعتبار گرفته نمی شود. هدفی فرهنگ و تمدنیشان باشد به ایمانی می شود. ماده سیوم، دولت کردستان و ملت کردان یک پارچه جدا نشونده است. زبانشان باشد کردیست. پرچمش زرد، سبز و سرخ می باشد. پایتختش باشد امید هست. این چیست مینیک؟ از سرقانونی ما دوزیده به آنها داده ای؟ این سرقانونی ساخته است، فهمیدی؟ پیکس، دولتی ساخته را سرقانونش هم ساخته می شود. پس باقی ماندهش در کجاست؟ اگر زنده ماندنم را اجازه دهی میفهمونم. التجا میکنم مرا نکش پیکس، الله جزای مرا دهد. فهمیدم تو رو فروخته بودم. برای چی؟ مجبور بودم، دوره اینو تنجی بود. از این پس من در خدمت شما که همیشه اطاعت کردن رو میخواهم مینیک. عاقبتت بد میشود. اگر یک خطا کنی جانت رو میگیرم. وعده میدی؟ من یک آدم عاجز در نزد شما برای دعوای عالیم جانم رو برای تو فدا میکنم برادر جان. اینقدر تیز از راحت گشتی در کتاب ریکورد نوشته میشوی. متاسفانه انتخابی دیگر ندارم. تو رو میکشم. حالا باشد گپ را بس کن. سرقانونی که نوشته ای در روزهای نزدیک آن را عملی میکنیم. من و آدمهایم در خدمت شما بودن را شرف میشماریم. کنی به من بگو از دستت چی میآید؟ در قندیل تقریبا 2000 نفر منتظری فرمانی منند. خواه در کوه و یا در شهر آماده‌اند که جمع کنند. بسیار خوب. و تو برای این کارت فرصتی بسیار خوب میدیم. برای یک عملیات بزرگ تیاری میبینم. با من بیایید و شما نقشه هایم را نشان دهم. با کجا میرویم؟ با دیدن نقشه بزرگم کیامینیک. بیایید همه میرویم. از قفای ما آمدن گلید. زودتر. من همین خسابیت امینم به ما دام گذاشتم، اما با اذن خداوند همه اش معلوم می شود. قاتل زنم را می یابم. بازی این حرامی ها را ویران خواهم کرد. اگر یوری لازم باشد بپرسید سردارم.
لابای بیا میرویم ثابت. ما مکان شاهین را یافتیم. مایلش حاضر میایم. سردارم من باید بروم. باز یک بار دیگر تعزیه مرا قبول کنید. رحمت کلان. سردارم چه حال دارد؟ خوب نیست. فکرش پریشان است. او را هیچ وقت این خیل ندیده بودم. اگر زنده بودنی تو را فهمد حالش خوب می شود. تنها تو نجیب سردار را سرجم کرده می توانی. آن روز هم می آید. کسی که اپی هنر را، رعنا را و ممدوح را کشته از آنها را یافته حسابی می کنیم. اما اول باید کتاب را پیدا کنیم. رفتیم. در دور اول کرم رو تنها میگذارم برادر. در همه مسابقه از همین خر خلاص نشده رفتی. کرم برد میکند، من نه. شما از قفایش نعل اسب جمع میکنید. اسب میدود بخت برد میکند عمر. اگر در تقدیر تو اسب سیاه بدود چی میشده باشد؟ نجیب سردار؟ عمر برای چی به من دروغ گفتی؟ با تو دروغ نگفتم سردار. اما خبری داده دروغ برآمد عمر. سردارم گوش کنید، من از این کارها خبر ندارم. آخه این چی گپه؟ به طرف عمر فشار میکنی. برادر چیکار میکنی؟ از این گپ که بیخبر بود. پس چرا با من گفتی که شبانه بار میبرم؟ در حیات سرت یک آدم به تو خوبی کرده بود، باز با او بدی کردی. من به شما بدی نکردم. آخه یاری دهید دوستان، یاری دهید. یک طرف استید. با شما کاری ندارم. عمریست نگریز. آرام شو. من از دنبال تو نیستم. مرحمت سردارم، مرحمت اکی ثابت. با شما قهوه را چیکار کنم خیری؟ به ما معلومات لازم. به ما معلومات بیار، معلومات. در فیلم ها این خیلی شود که در سری وظیفه یکشن جسه است که در دست یکی از آنها قهوه همیشه به صحنه میبروید. دیوانگی نکن خیری. بگو خانه زن در کجاست؟ خانه زن انا همین بنا است. نباشد رفته گیریم این خانمی آقای شاهین را؟ اکا عجب خانمی آقای شاهین خودش چند متر باشد؟ رفته 2 متر گیرم. بیهوده خود را ماندن همه کردیم. خدا جزای تو را بیاد خیری. هیچ از مسخره بازیت نموندی. از پیکاس یگان خبری هست؟ پیکاس و شاهین یک جا میباشند. خانم با آنها در یک انبار وا میخورده است. ما هم از دنبال آنها میرویم. با خدا بازم تو هم از عهده کار میبرایی. مرا مجبور نکن که بار دیگر تو را استنتاق کنم. این را با تو که کرد؟ آقای سینو فرماندار با من گفت که اویدی من با نجیب سردار خبر ده. من باشم گفته های او را کردم. آخر او رئیس ما است کو کارم را معاشم را او میدهد.
آیا سینان میدونست که من بر ضد او عملیات میگذارم؟ آیا این دروغه که گویا با را تسلیم میکنید؟ او به تو گفت؟ بله، کردن چهار او فرمان داد. اجازت ده بیروم. من اگه گناهی ندارم، از پای زندگی خودم هستم. سینان بیناموس، آیا فکر میکنی که حسابش راست نمیپرسم؟ از دهانت کشیدن نمیگیرم مگر؟ اگه اجازت ده روم، زن و فرزند دارم. قربان شما شوم. برو عمر، برو. تشکر اکا. با تو کار کردن هم حرام است. ظاهر چیزی که باشد باطنت هم حرام است. چیکار پس شما برو با منزل ببریم. راه گرد درو بدنون درو خاموشی شما رو یک لحظه ممکن است؟ لبه چی میگوید؟ از تو یک چیز میخواهم. در این اسم شب چی میخواهی؟ جانت را. میمیرم. کی این کار را با تو کرد؟ میمیرم. یاری دهید. سردارم مرا ببخش. آرام شو عمر، تو رو با بیمارخانه میبرم. شما از من چی میخواهید؟ شما کیست که؟ کی بودنی ما مهم نیست. اصلا کی بودنی تو مهم است. اگر کی بودنی مرا میدانستید مرا این گونه نمیگریزاندید. نه، ما تو را نمیگریزانیم. با جای ضروریت صحت و سلامت برده میرسانیم. کی بودنت را، چی کار کردنت را و با کجا رفتنت را میدانیم. حالا باشد و ما راه را نشان میدهی. گوش کنید، شما آیده چی سخن میکنید من نمیدونم. همین طور. حمیدی نکنید که جا میکنم. راه را با ما نشان میدهی یا نه؟ ملش نشان میدهم. در طرف چکمک‌های در تخمه باید بخوریم. با من دروغ نگو میگویم. نه، راستش رو میگویم. در یک انبار با میخوریم. التجا میکنم مرا نکشید. بلبلکت به خواندن در آمد. حالا به ما راه را مثل آدم نشان میدهی. در سامان دیده وقتی که به بشکتش میگذاری به طرفی چکمک‌های میگردی. آفرین به تو، آفرین. او بله، انا همینجا. در کجاه؟ میدانه که علیه این دولت عملیات بزرگ را میکنیم. من در اینجا معلم. متاسفانه نه. چرا سردارم؟ برای اینکه در اینجا تعلیم نظریوی نه بلکه تعلیم عملی داده می شود. کنی با من بیایید. میبخشید خانم لیلا، شما نآیید. آخر گفته بودی که در اینجا تعلیم نظریوی داده نمی شود. من یکی از جان فداهای این کار هستم. اما میبخشید خانم لیلا، شما نآیید. هنوز. اما پیکاس، لیلا یکی از شاگردان اولین درجه من می باشد. تا حال تو شخصی میدانستگی و با باوری من ندار آمده ای خانم لیلا. بخشش لیلا، رفتیم، با من بیایید. کاری کرده اینجا رو با آقای مظهر نشان دادن لازم. زورت ماکس برداری کنه، پیشیناهی ما را نگیره. گیفچی ماست راه دیه ماکس برداری کنه.
خواهش میکنم خانم خودتون رو به دست بیارید. خانم خواهش میکنم التماس نروید بچه رو به دست بیارید. نروید خانم تسلیم نشوید. التماس میکنم رفیقان التماس خلال نرسونید رفیقان. بقفا روید نزدیک نشوید. پس از رفیقان با امنیت به عدالت باور کنه با کاری لازمه رو انجام بده. سردارم مرا ببخشید نسبت شما بی‌حرمتی کردم. اجرا کنید کمیسر وظیفت آمده است. رفیقان چه شد؟ کاری عمر را تمام کردی؟ چگونه بر آمدن جانش رو دیدم؟ بسیار خوب. این کار بسیار هم به آسانی حل می شود. کنی بینیم نجیب از این جاندار جانش را چه خیل خلاص می کرده باشد. خیر مایلش اگر یکان قربانی دیگر داشته باشید با پیکاس خبر دهید. مرحمت دارید. بله گوش کنید. این یک ساختار است که به نهایت بی خطر می باشد. در داخل حجره 3 در بیرونش 7 همگی 10 کامera بوده در 2 کامپیوتری علاهیده ثبت کرده می شود. علاوه بر این برای داخل شدن این حجره ها 10 افسران مثل دیوار هست که باید آنها را گذری. برای خودت یک کله محتشم کردی پیکاس. لیکن یک چیز رو نفهمیدم، برای چی در تگ زمین نکردی و در انبار ساخته ای؟ منیکم این قلعه نیست. پس چیست؟ حجره است که شخصی در هدف بودن در آن زندگی میکند. شخصی در هدف بوده کیست؟ انا حالا از بیرون نظر میکنیم به این نقشه. اینجا یک جزیره مخفی در آبهای ترکیه است که چخیلی که میبینید از 4 طرفش آب است. نه از زمین نه از آسمان کسی در آمدن نمیتواند. تقریبا 700 نفر محافظان مخصوص تعلیم داده شده 24 ساعت اینجا را نظارت میکنند. آن همان شخصی در هدف بوده در همین قسم جزیره در محبس است. در اینجا خواب است، در اینجا میخورد، در اینجا کتابهایش را میخواند، در اینجا هوا میگیرد. در اینجا ها؟ پس ما چیکار میکنیم؟ یک عملیاتی میکنیم که در فکری تو نمی آید. شخصی هدف بوده را سوی قصد میکنیم. چخیل پیکاس؟ چخیل به این گونه مکانه که پر از محافظ می باشد میدرویم؟ گوش کن. وقتی که مرا با محبس در آوردی کیامینیک اصلا برای من خوبی کلانه کردی. به عقل انسان فکرهای عالی جناب وقتی می آید که در درون 4 طرفش دیوار است. نگران نشوید، من نقشه همش را کشیدم. به این جزیره می رویم، به این حجره می درایم و این کس را دنگ کارو حل میکنیم. وقتی که به طرف چپ میگردی یک بینو زردی رو میبینی. اون بینو رو که گذشتی بعد از 200 متر به انبار میرسیم.
سردارم نگاه کن چی افتم؟ خاموش، از سرت این فکر رو نگذارم. با من شخصیت دست نرسان. خیره، به فکرم در داخل آن چیزی مهمی می باشد. هرگز آن را گم نکن. این خیل نگوید سردارم. تو آرامک شین. فکر عالی جناب، داهیانه عالی جناب. حادثه عالی جناب برای 100 ساله پیشین. زنده باش پیکس. این سرزمین بعد این عملیات بزرگ به خودش نمی آید و باز ما صاحبی دولت می شویم. مثل پیشتره این دولت از ما بود و از ما می ماند. مدهیش همین قدرش کافی است. حالا وقت کار است. بیاید از پس عملی شدن این نقشه همان شویم. با فکرتون اونها یکون چیز رو فهمیدند. دختر جانم، یک عملیاتی کلان است که اگر شنوی گوشهایت باور نمیکنه. فراموش نکن دیوار موش دارد موش گوش. شد تمام. جناب سوزن به اینجا می اومد، فلش دیس را می آورد. مایلش تو منتظری وای شو. پس چیکار کردن را میدانی؟ دادا؟ دادا جون؟ چی شد دادا؟ هیچ چیز نه دخترم. بچه ها بخیر است؟ چی گپ شد؟ با خدا که نجیب سردار رو با جنایت تهمت میکنن. سردارم اینها چی میگویند؟ این گپ راست است؟ سفسطه نخوان نیازی. دادا؟ یگان چیز نشده است دخترم. با دقت باشید. خیری تو در بیرون ایستا. مایلش راهگرد میگویم راهگرد. آرام ایست گفتم آرام. در اینجا کسی نیست. اینش باز چی است؟ شاید بینای معماران باشد. عجیب اینش باز چی باشد؟ هیچ چیز را نفهمیدم. سلاحایتان را به زمین پرتایید. تو خودت پرتا سلاحات را. نباشد سر این زن را پاره میکنم. پرتا سلاحات را پرتا. بینندگان عزیز توجه نمایید به این خبری 3 سالی. روغن تازه 3 سالی برکت پیشنهادی خریداران گردید. این روغن با تکنولوژی جدید از بهترین پنبه‌دانه پخته آماده گشته صفت بلند غذانوکی دارد. استفاده آن در تمام نمود طعام‌ها کفالت لذت بوده هنرمندی آشپزان و کدبانوان را دوچار می‌گرداند. خوش‌طعمی در برکت است. روغن برکت را از مرکزهای سودا خریداری نمایید.
телефонҳо барои харидори яклух ва чакана 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 38. равғани баракат дар хона ҳам осонӣ мебахшад. равғани баракат баракати дастархони мо ба шумост. шифоёбӣ эҳсоси гуворое барои ҷисму рӯҳ аст ва муҳим аст ки шумо беморро бо усули комилан бехавф ва муосир табобат кунед. маркази тиббии табобати чинӣ ҳамин гуна усулҳои анъанавӣ ва муосирро барои шифоёбиятон пешниҳод мекунад. сӯзанзании чинӣ, гиёҳдармонӣ, табобати маризиҳои қалб, фишори хун, пӯст, амрози занона, гӯш ва бинӣ, бемориҳои урологӣ, узвҳои даруна, сутумуҳра ва амсоли ин акнун дар як марказ берӯзи истироҳат барои шумо пешниҳод мегардад. акнун шумо имкон доред ки бо истифодаи таҷҳизоти муосир аз санги гурда бе кадом ҷарроҳӣ ва изи он халос шавед. суроға шаҳри душанбе, маҳаллаи 65-ум, кӯчаи фирдавси 8, маркази табобати чинӣ. шифоёбӣ инҷо арзону осон аст.